بعد یک چیز رو فراموش نکنیم که بعضی انسان های هستند که اگرچه همین 8 گروه به داخل شوند هم به آنها زکات داده نمیشد. آنها را هم باید بیان کنیم در همین موضوع مناسب است که بیان کنیم تا اینکه فکر نکنن که من به همین 8 گروه میدرایم زکات میگیرم گفته. ولی چگونه این خیلی خوب، یعنی که سوال هست و باز جوابش نافهمو است. یعنی چگونه چنین میشود داملا؟ به همون 8 نفر داخل میشود اما با وی داده نمیشود. چگونه چنین میشود؟ در این یک باب علاهیده ماندگی در کتاب‌های فقه میگوید شخصیتایی که به آنها زکات دادن ممکن نیست اگرچه آنها فقیر، مسکین، قرضدار هستند. یعنی به همین 8 گروه داخل میشوند ولی زکات داده نمیشد به آنها. یکمین قسم مسلمان باشند یا اینکه اگر کافر باشند به اجماع علما داده نمیشد. به اجماع علما به کافر زکات داده نمیشد اگرچه همین 8 صفت یافت شودند. اما فاسق باشد، مثلا در نزد جمهور علما تارک الصلات فاسق است، مرتکب کبیره است. در مذهب امام بخاری و امام احمد و بعضی از اهل ظاهر محدث ها خارج از اسلام است. لیکن اگر به قولی مثلا امام ابو حنیفه، مالک و شافعی اگر فاسق گویم هم بعضی علما چخیلی که من در اختیارات صحیفه 103 در مختصر فتاوا صحیفه 275 آمده است که گفتند که لا ينبغي ان تعطى الزکات لمن لا يستعين بها على طاعت الله. زکات داده نمیشد به آن شخصی که با زکات به طاعت الله تعالی استفاده نمیبرد. یعنی زکاتی که گرفته میخورد به طاعت صرف نمیکند، به گناه صرف میکند. فإن الله فرضها معونة على طاعت الله تعالی. زکات را فرض گردانید تا اینکه به طاعت الله تعالی یاری شود. لمن يحتاج الیها من المؤمنین. شخصیت های هستند که باشند که از مؤمن ها محتاج هستند به زکات. مؤمن کالفقراء والغارمین، مانند فقرا، مانند قرضدارها. ولمن یعاونون المؤمنین. و این چون زکات به آن آدم های داده میشد که به مؤمن ها یاری میدهند، مانند عاملین علیها زکات را جمع میکنند میدهند، مانند طالب علم ها که به مردم خدمت میکنند. مثلا فمن لا يصلي من اهل الحاجات لا يعطى شيئا. گفتن که من نص آوردم فمن لا يصلي، کسی که نماز نمیخواند از اهل حاجات، فقیر هست، مسکین هست، قرضدار است لیکن نماز نمیخواند، لا يعطى شيئا، چیزی از زکات داده نمیشد، 1 درهم هم داده نمیشد. حتی یتوب، تا آن دمی که توبه نکند، و یلتزم باداء الصلاة فی اوقاتها، تا نماز در وقتهاش نخواند به این آدم زکات داده نمیشد. گفتن در کتاب اینچنین در مستدرک به فتاوا صحیفه 131 آمده است. یعنی یک قسمی که زکات داده نمیشد فاسق ها از جمله بینماز ها، برای اینها زکات داده نمیشد. یا یک آدمی که بیگزار نمازخوان است و طعنه به دین میزند، طعنه به ریش میزند، طعنه به حجاب میزند، مثلا طعنه به مسجد میزند، طعنه به شریعت، به یک جای شریعت طعنه میزند، مثلا با اونها زکات داده نمیشه. امروز این گونه مردم خیلی زیاد شده است داملا. شما خودمان شاهد هستیم، همه میدونن زکات را بسیاری آنهایی که دارا هستند برایشان روان میکنند و واقعا من مسلمان میگویند، من ایمان آورده ام میگویند، اما نماز نمیخوانند یا اینکه نماز را به تأخیر میگذارند و نماز گویا به قول خودشان نماز قضا میخوانند. این گونه اشخاص بسیار است. یعنی خلاصه آن شخصی که به طاعت الله تعالی صرف نمی کند قوت زکات را به آنها داده نمیشه. دوم گروه شخصیت هایی که اگرچه 8 صفت در آنها یافت شودم به آنها ما زکات نمیدهیم. کی ها هستند؟ اینها بنی هاشم، به فرزندان هاشم داده نمیشد. هاشم این یکی از باباهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامشان محمد است، نام پدرشان عبدالله است، نام باباشان عبدالمطلب، نام بابا کلانشان هاشم. هر کسی که فرزند هاشم باشد یعنی نسبش رفته به هاشم رسد، به آنها زکات داده نمیشد. و یدخل فیهم آل عباس،
به اینها می‌دارد آل عباس، کسی که رفته به عمکی پیامبر عباس نسبش میرسد. آل علی، کسی که رفته نسبش به حضرت علی میرسد، به طریق حسن، حسین، فاطمه، علی رسید. مثلا حسن، حسین فرزندان علی هستند. اگر اینها به فکرم امروز وجود ندارند، وجود دارند. ایشانها، توره ها، هر یک آدمی که در تاجیکستان، در تمام دنیا خیشی پیغمبر دعوا میکنه، به آنها زکات داده نمیشد اگرچه آنها فقیر و مسکین و قرضدار باشند. و آل جعفر و آل عقیل و آل حارث ابن عبدالمطلب و آل ابی لهب، اما که پیامبر صلی الله علیه و ابی لهب کافر، اگر کسی که نسبش به ابو لهب رسیدن با آنها صدقه داده نمیشد زکات مراد. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد، این صدقه به خویشاوندان محمد صلی الله علیه و سلم داده نمیشود. این حدیث در صحیح مسلم است و در سنن ابو داود با سند صحیح آمده است که و انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، زکات حلال نیست به محمد و به خویشاوندان محمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات را میگرفتند لیکن نمیخوردند، میدادند به کمبغالها، از بایها میگرفتند و به سزاوارانش میدادند. یعنی که اگر کسی خیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، مثلا ایشانها و توراها اکثریتش دعوا دارد که ما خیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید، اونا باید زکات نگیرن اگرچه محتاج باشند. یعنی همون توره های و ایشانی که شما گفتید اونها دعوا دارند که نزدیک هستند به نسبی پیامبر صلی الله علیه و سلم و به آنها هرچندی که آنها فقیر باشند داده نمیشود. خب فهمو یک مسئله رو بیان میکنیم به شخصیت هایی که به 8 گروه داخل میشن، فقیر هستند، مسکین هستند یا قرضدار هستند، لیکن به آنها زکات داده نمیشود. اینها کی است؟ پدرها و باباها و مادرها و مادرکلانها. یعنی انسان زکات دهنده زکاتش رو به پدرش نمیدهد اگرچه فقیر باشدم، به بابا کلانش و اینچنین به فرزندش و به فرزندان فرزندانش، نبیره عبیرهاش زکات نمیدهد. اینچنین به یک زن زکات داده نمیشد که شوهر دارد، شوهرش یعنی که گیرنده زکات نیست، شخصی به حاجت است و شوهرش به همسرش نفقه میکند. نفقه زن اصلا بر ذمه شوهر است. به این زن هیچی ندارد، بله این زن میشود گفت فقیر، میشود گفت مسکین، خودش شخصا همین زن هیچ چیزی ندارد، لیکن شوهرش برای نفقه میکند. ما به این زن زکات نمیدهیم و این چون انسان به زن خودش هم زکات نمیدهد، برای اون که نفقه وی بر ذمه خود انسان است. این یک نوع گریختن از زکات است. این زن من فقیر است، چیزی ندارد، مسکین است، این نه درآمد دارد نه برآمد دارد، ولی درآمد ندارد، به همسرش زکات نمیدهد. یعنی اگرچه اینا فقیر باشن، مسکین باشن، هم نفقه اینها بر ذمه دیگر شخص است، بنابراین به اینها زکات داده نمیشه. والله اعلم.